نیروی مسلح ما که پشت لانچر وای میسه با زندگیش بازی میکنه چقدر داره حقوق میگیره در مقایسه با اون سرمایه‌دار راندخاری، اون حتی بعضی وقتا با اون مدیران ویژه خار نجومی بگیری که چقدر پاداش گرفته الان صحبت اینه که چقدر پاداش گرفتن، یکی دیگه جنگیده، یکی دیگه پاداش گرفته. دقیقاً منتها من گمانم اینه این مردمی که من میبینم این شجاعت، این توانمندی، این از خودگذشتگی، چون اگه اینا می‌خواستن اثر ترک کنن همین الان ترک می‌کردن. این مردمی که من میبینم روزی که تجاوز خارجی دوباره تشدید بشه کف خیابان رو رها نخواهند کرد. این مردم میستند، اما میستند برای اینکه اون تجاوز رو دفع کنن، اما بعد از اون ما به اونا وام داریم و حاکمیت به اونا وام داره و سیاست اقتصادی باید عوض بشه به سمت عدالت. باید بازتوزیع عادلانه ثروت صورت بگیره، باید دست اولیگارش‌های اقتصادی غارتگر سوداگر از عرصه‌های کلان اقتصادی کشور بریده بشه، باید سیاست‌های اقتصادی کشور به سمت توده مردم بره. مردم نباید زیر فشار تورم، زیر فشار ناکارآمدی ساختارهای اداری و زیر فشار بی‌توجهی‌ها بمونند. ابداً این مردم نجات دادن ایران رو، باز هم به نظر من نجات خواهند داد ایران. چرا؟ چون پیوند قلبی عمیق با رهبری دارند، با فرهنگ ایران دارند، با خود ایران دارند. این مردم به خاطر رهبری میان تو خیابان، نجات میدن ایران رو، اما بعد از اون نوبت حاکمیته و باید حاکمیت خود رهبری هم هشدار داده. خود رهبری هم گفته که این رفتار مردم رو سست میکنه، مسئولان تو خطر محاسباتی میشن.